سال تحصیلی 2025-2026 در عرفه انجامیابی است و میتوان با قناعتمندی گفت که اهل معارف ناحیه باباجان غفورов در سمت بلند برداشتن سطح و صفتی تعلیم و تربیت به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. در این دوره آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با اشتراک فعالانه در آزمون و المپیادهای سطحی ناحیوی، ولایتی و جمهوری مهارت بلند علمی و ایجادی خود را نشان دادند. با دستگیری پیوسته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه مخصوص مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به ساحه معارف در ناحیه بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی وسعت یافته برای خوانندگان شرایط زمانوی تحصیل مهیا گردیده است. صنفخانه‌های علاوگی، مرکزهای آموزشی و اتاق‌های فنی با تجهیزات معاصر تامین شده. این عامل برای بلند گردیدن صفت تعلیم مساعدت می‌نماید. در فرجام سال تحصیلی 2025-2026 قرار داریم و دستاوردهای مؤسسه در سال تحصیل خیلی هم بسیار است که افتخاری همه آموزگاران همین مؤسسه می باشد. باید گویم که مؤسسه ما 3 سال این جانب فعالیت کرده ایستاده است و در همین سال تحصیل 7 نفر خوانندگان ما در المپیاد فنی مکتب بچگان اشتراک کرده، 5 نفرشان سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. باید گویم که مؤسسه به آموزش فنهای دقیق نگرانیده شده است و برای آموزش فنهای دقیق در مؤسسه خیلی هم شرایط‌های خوب فراهم آورده شده است. در سال تحصیلی جاری خوانندگان ناحیه در المپیادهای فنی جمهوری، آزمون‌های فروغ سپیدان‌های کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیز من و شاهنامه‌خوانی و دیگر سبقت‌های ذهنی اشتراک فعالانه نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. داستانی سخن گفتنی پیران با سیاوش از فرنگیز، یکی روز پیرانی پرهیزگار سیاوش را گفت که شهریار، تو دانی که سالاری توران سپاه از اوج فلک برفرازد کلاه. من در آزمون جمهوری شاهنامه‌خوانی در دور ناحیوی جای دوم را اشغال نمودم و راهخط به دور ولایتی گرفتم. از توجه آموزگاران صاحب تجربه و مهنتی پیوسته خوانندگان باعث گردید که دستاوردهای ساحه سال تا سال در ناحیه باباجان غفورov افزون گردند. آموزگاران فعال برای سهم ارزنده در تعلیم و تربیت نسل نورس با نشان علایچه معارف و علمی جمهوری تاجیکستان افتخارنامه و سپاسنامه ها قدردانی شدند. این هم از آن شهادت می‌دهد که ساحه معارف ناحیه در راه تطبیق سیاست معارف پروران دولت قدم های استوار می‌گذارد. امروز اهل معارف ناحیه با روح بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی جهتی تربیت جوانان دانشمند و صاحب کسب تلاش نموده بهره سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را می‌گذارند. مستانه محیدی لازاده، دلیل علیشیر زاده، اخبار.